سلام بچه خوش اومدید. امروز میخوام تیم رو نشونتون بدم، تیمی که حتی بدون خرج کردن یک کل ساختم. بریم شروع کنیم. البته اول تیم رو نشونتون بدم بعد شروع کنیم. اول این کورتا که مثلا میشه دفاع که همشون خودشونه. خب فقط رونالدو رو بازی ندادم و با بون فرناندز، محمد صلاح برگشت، مسی، نیمار. این ترکیب ذخیره هم نگاه کنیم: لامین یامال، بیلینگام، مارتینز، پدری، انزو. اینا نمیشناسم، بازیکن سنگالی، و ادن هازار دیگه، آلوارز، سرجینیو، ایساک. همین بازیکن خودم. فقط دو سه تا رفتم بیرون. این همه بازیکن که گرفتن همشون رایگانه. یه دونه کن خرج نکردم، یه دونه کن بزن بریم. آرژانتین ولز دیویژن 6 3140 3161. فکر کنم از من قوی تره، ولی دیویژنش اصلا بالاتر. 6 من 5م. خب ترکیب من دیدین همین قبلی است. فقط اینو درست کنم، یادم رفت فکر کنم. آره نه اینو روی نذارید، فقط لازم روی امپاپه. با ترکیب حریف نگاه کنیم بریم. ترکیب حریف اوه 3 تا دفاع داره. دایان رو داره، در افسانه آرسنال داره، فندک رو داره، آلابا رو داره. ببینید دفاعش خوبه. ادن هازار 109 رو داره، محافظ دفاع 102 رو داره، آردا گولر داره، کافو داره. تیمش خوبه، 3 دفاع هست. میتونید دفاعشو باز کنید. بزن بریم بگید تو گل. اوه آخ نزدیک بود، خدایش نزدیک بود گل بخوره. برو دیبراینه بزن. گل یا خدا چقدر زیبا. خیلی قشنگ زد، خیلی. بده به نازم اشرف حکیمی، امپاپه. بابا بده دیگه امپاپه. به ناز امپاپه، مسی. وای اشکال نداره. بده بده اشرف حکیمی. وای بیا اینجا، بیا بیا دنبالش بیا فکر کنیم پاس میدم. نه گول نخوری. شو بینازم کیلان امپاپه. اوه وای برو یکی. اوه بزن. فو برو بزن. برگردم. یه پاس. گل سوم لامین یامال. بده نیمار توی در. چقدر قشنگ میزنه دوسته ها، خیلی خوب میزنه حاجی. تازه فهمیدم چقدر کادش خوبه، خیلی خیلی. اینه با هافبک هجومی بذاری باش بزنید، خیلی خوبه.
بناسم با یووی خیلی خوب زد. آرژانتین التزای دیویژن 5 3380. خیلی تیمش خوبه، برای که زدش این خوب هست. بازیکن قوی داره. نگاه کنیم فقط این از ترکیب من آجی نیمار سر حالا پرفکتو. ترکیب هری اوه 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 خیلی قویه. سوارز 107 ولی میشه 108. مسی 103 داره. گرت بیل 101 داره. خیلی آرنولد داره، فندک داره. خیلی تیمش خوبه. اولیور کان 105 داره. کار سختی داره ولی میبریم. بزن بریم الهی به امید تو ببریم فقط. اوه 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 شیت یه پای زد. وای بر من بچه. وای بابا چه کار کردی؟ خواهی هرناندز 2 ساله خرد بنازم کورتوا. مسی پاسش رو بزنه پاپه توی دروازه خیلی قوی. خیلی قوی. کارم گیره خورد. خیلی بدم گیره خورد. یه اشتباه که گل زدم. اینجا کار ریسکی میکنم نه بابا اشرف حکیمی هم خوب ماشاءالله بس شاشی بودن پدرم. بابا چیکار میکنی با این دفاع؟ نگاه کن دروازه‌بان ما رو باش. با تخم حروم دروازه به این گندگی بکنی. نگاه کن باز کنم باش. توفت صورت همه تو بیشار. حیف رونالدو داخل باز نیست. حیف. ادش شد دیگه. و وای سمتشون هلشون فقط هلشون پاس به عقب بده. تو فقط یه پاس به عقب میخواستی. وای گل نمیشه. خب گل نمیشه. بده بده تا بزن گل. بنازم برو مساوی.
کامبک رویای کامبک رویای بنازم وای خدا بده بیلینگام بده یاما بابا سر توپش کردم بنازم هتریک شانس سر توپ سر توپ کردم نشده خدا خواست حاجی این تیم رو حقیقت نمیشناسم ولی قویه دیویژن 5 3271 یعنی میگم یعنی اون دوباره که برو ادب رو میگه چی بیم حالا نگاه خیلی قویه میترسم بنازه حالا امباپه قرمزی تو پرسه چیه مشکلی خب حرفی واسه گفتن ندارم بگیم سارتان 108 یامال 107 رونالدینی 104 اوه آجی تورام 107 رافائل واران 107 داره کمپانی 106 داره دیگه حاجی دارم ترکیب نگاه میکنم خیلی قویه خیلی قویه بزن ببین چیکار میتونیم کنیم خود چلک میره بده سلام محمد یه سر تو آفا بنازم لیونل مسی بزن کاشی آردوش میکردم حیف وای امباپه نره اگه بره کارم تمومه بره کارم تمومه بنازم ای ریدی برو هازار جون بچت برو خیلی با نت ضعیف نگاه کن چطوری بازی میکنی و بنازم کورتوا برو یا بگیر دیگه توپو پاسش کن وای دفاع خالی شد وای بابا وای چی نخوریم دقیقه 91 یادش شد کسیش گل بزنه ریدم به این بازی اگه اشکال نداره
در نتیجه حاجی همه چی پول نیست، میتونی با بازیکن ضعیفم بازی کنی، فقط نت خوب میخوای، نتت خوب باشه حاجی اینو میبردی. نت من ضعیف فلای تایمتون فهمیدیم، در نتیجه همه چی پول نیست. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ، مراقب خودتون باشید، لک و فالو هرازی فراموش نشه. خداحافظ.